سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من مهندسم. خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی من از چنلم. اگه از یوتیوب یا از آپارات دارین این ویدیو رو میبینید، از هر کدوم خواهش میکنم اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، برام کامنت بذارید و دنبال کنید و خیلی خوشحال میشم اگه همین کاری که گفتم بکنید، چون واقعا این اولین کار حمایت بزرگی از من اگه از ویدیو خوشتون اومد. پس بدون شما معطلی بریم سراغ این ویدیو. Let's go. خب رفقا، خیلی خوش اومدید به جهان ماینکرافت. قراره اولین سریمون ماینکرافت سورایور باشه. قراره یه ورد جدید بسازیم. اسم ورد میذارم اول. همون اسم اینجوری نمیتونم بذارم. آها درست، چپه زدم. خب ها نه، من چون واقعا ماینکرافت چند سال شروع کردم، ولی دوستم اول یه سری نورمال بریم، بعد سری بعدی هارد بشه. حالا چیز نه چیزی فکر نمی‌کنم بخوام اضافه کنم. بریم سراغ این همه جذاب اولین سریون و خوشتون بیاد. ببینم که خیلی ها طرفدار ماینکرافتید. منتظرم تا شروع بشه. میتونه کریت بشه. Let's go. Where's the بزن. یه باید. سلام های درخت. چرا لگم؟ اسکی من هنوز از من لود نشد. چرا اسکین واقعا لود نشد؟ من اسکین داشتم. آقا اسکین من داشت. یه لحظه اسکین. حالا اسکین رو اضافه میکنم انشالله پارت بعدی. حتما اضافه میکنم. نمیشه اسکین نیومده. مثلا خیلی اسکیل مهم نیست به نظر من. اسکیل مهمه. چرا درخت با 3 تا درخت بس دیگه. دل کن بدون اینو بینید. نه دوستان بکنم همه رو شروع کردم. چقدر گوره این انتفاضی یا اول پس ویلیجی نتافه. یه ویلیجی نتافه. چرا؟ به این دلیل سنگم که هست. خوشحالم که اینجاست. سنگ هم داد. آقا ورزم بد نیست. میذاریم اینجا. منو نبود. چرا؟ هیچ چون معذرت میخوام میگم داداش چرا نمیشه داداش؟ قاطی کردم روز عجیبه. خب یکم از اینا میسازیم. یکم از اینا میسازیم. معنی خاصی نداره ولی بذاریم اینجا. رو برم بریم یه کلنگ میسازیم. اون رو بعدش میکنم. فعلا کندن سنگ مهمتره. یا اول فصل سکشته کردم. واو شما نگاه نه دایمنده. یا اول فصل کریپر رو بچه
شما تو مپ داری؟ ویلیج نمیدونم از اینجا بگی مپ بازی بود دو برده چرا آخه چرا چجوری یه دست بس من مارک کنم اینو من اینجا بود دیار ویپونز چرا زدم ویپونز ایدیت ویپونز چرا به خدا که بذار مزه اینو قرمز بذار لاوا لاوا حالا به خارج قاطی ها سو اینجوری بزنم لیکو دوستان که معذرت که میذاره دارم نوب بازی دارم مثلا این لاوا کنفرام لاوا لاوا چکم مثلا کسی که فیلم ماینکرافت رو 5-6 بار دیدن کامنتو بنویسن من خیلی فیلم ماینکرافت رو دیدم 5-6 بار فیلم ماینکرافت دیدم دارستم که 10 بار حداقل چون کلا فیلم ماینکرافت اومد همینجورش نگاه میکرد حالا ایشالله اونم تو آنباکس های کیندی و این چیزا میبینیم داداشم علاقه زیادی به کیندی داره خودشم سیلور لیمیتد در آورده سالا از وقتی سیلور لیمیتد اومد داداش من کلا یه هر کلا فقط کیندی الان داره میگیره نه چون کیندی من خودم خیلی کیندی دوست دارم واقعا ولی اونجوری که داداش من داره براش خرج میکنه واقعا نمیدونم چی هستم خیلی خرج میکنه خیلیش چیکار چرا من نمیدونم چرا وسط حرف زدن یه پارکور بازی دارم در میرم یکم کم سنگ کندنش میکنم یه کلنگ یه کلنگ نمیشه کپ شده بزنم یه کلنگ و یه طبق بس کار داشتم یه لحظه یه فرنیس هم لازم با هم بزنم من مزرعه داری دوست دارم واقعا تیم بازی حال میده خب که رفتیم تیبل باید کنیم فقط بریم دنبال ویلیج من اصلا آدم قارنوردی نیستم من قارنوردی که خب قارنوردی خیلی باحاله فقط یه سپر لازم دارم شلوار اینجاست آقا یه ذره نه یه گوسفند الان باید بکشیم بودو خوبا میتونم بودو سریع دنبال گوسفند کردم اون چاله چیز آها یه غذا اینجا داریم داداش چطوری خوبی داداش من نه کجا ها کجا بیا کجا ببرش یه دارم لفتش میدم میذارم مسخره بازی اینجوری میکنیم یکی دیگه آها اون بر شو واقعا دیگه الان شب بشه نابودیم پس بهتره دنبال گوسفند آها گوسفند میبریم به 3-4 تا گوسفند دارم اونور میگیرم
مپ ها نه که ایکس باشه. اونور آها داداش نه میشه سفیدی تو رو میکشه بدبخت یه نفر گریه میکنه یه ذره چرت و پرت میگم معذرت میخوام ولی بود سری ویلیج یا من ویلیج یا یه دونه تخت. من هیچ وقت این بازی رو خونه سازی علاقه ندارم. من اینکه بازی رو خیلی خوب پیش ببرم و حداقل تا فول دایمنج برم موقع یه خونه شاید بسازم که الان 100% یه خونه میسازم اگه ویلیج بدون کنم تو این قسمت این پارت واقعا یه خونه فکر نمی‌کنم بس باشه این پارت برای یه دونه خونه کامل و خاموش خونه بد نمیشه یه جوری نگاه میکنی ولی مرغ هم بزنیم از البته نه من میخوام برم ویلیج چرا باید مرغ رو بکشم داداش یه ویلیج به ما میدی صبح ویلیج میدی داداش یه ویلیج داداش یه ویلیج آها اینجا به نظرم میتونیم یه ویلیج پیدا کنیم صاف و نه بخ اینجا نمیدونم بیا اس یاد ویلیج میمونم واقعا آروم وقت کنم بود تونستیم بریم یه چند تا آیرون ازش بگیریم میکنم باید یه توقف کوتاهی داشته باشیم بگیم کنم به ویلیج برسیم بعد بریم میذاره چیز نیست ای گله بکنم اصلا نه من که ولی کشتم یه لازم قرمز بکنم یه گله برمیز بکنم خب اینجا باشم فعلا چیز نداریم زرد من عاشق تخته زردم خیلی خوشگله واقعا قشنگه زرد خوب قرمزش هم بد نیست زرد و قرمزش رو بزنیم خوب من دارم مدلم زرد شما رو نمیدونم زرد و سبز این دوتا رو ها گفتم جلو رام سبز نارنجی هم دوست دارم میتونم من نارنجی کنم ولی دیوونه نیستم دیوونه نیستم داره شب میشه البته ما داریم چیزش رو بس فعلا یه پناهگاه بسازم برای خودم اینجا کرک اینجا کنده آره کور بشه بچه شما با یک دوسته بازی میکنم من با یک دوسته بازی میکنم با وسط موتنه بازی میکنم با یک دوسته یه کرک ایوله بچه من واقعا هیچ وقت دوست ندارم تو شب باشم تو شب تو مانکرم واقعا بده واقعا بده اونم اول بازی واقعا نفیز پس سرعتی اینو بزن این های سیگرس اسم کنم صدای بازی نیست وای خودم تازه بکنم زیاد فقط نمیشه صبح چرا زیاد نمیشه برای شما هم نیست برای من نیست صدای بازی نیست صدای بازی بشین چرا بسیار نظر
وای فکر کنم صدای مانکرافت هم قطعه. نه چرا با قطع باشه؟ شما دلیلش میدونید کامنتی دارید. عجیبه. چنده؟ با هر دوتاش کار نمید. همچنین پارت یه وظیفه اینجوری داره. یه تیکش نمیتونیم بخواب برسونم که رفتم نیستم یه تیکش میتونم بخوام آقا یه تیکش بخوام آقا من یه تیکه رو بخوام میفهمی چشای من نکنیم میفهمی یا نه میفهمی خب بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه اگر با این ویدیو از این ویدیو خوشتون اومد حتما بگید و تا از سری بیشتر بزن و لایک و کامنت دنبال میتون نره ویدیو بعدی پارت بعدی then why go